با رستم اشرف زنگ میزنیم. اکای رستم ما بسیاریاتون میشناسین، برنامه میکنه، پرنگ میکنه. از اکای رستم به زنگ میزنیم، میگردیم که من اکای رستم جونی که مقصد رژیسور جونی رژیسور هستم. اکای رستم همین خیلی مده یک مگزین هوی کرده بچه تقوی میخوام همین مگزین شما ریکلام میکنه. اگر از ما بگردم میگم اکای رستم برای ما سوم در کل 500 سوم یا 1000 سوم باوری دارم که نه نمیگه لوچ این خیلی بسنجیمش، این خیلی خوبه برادر عزیز. راست گپ خیلی اشی برنامه نکرده شبیم خواستم برنامه رو سر کنیم برادر عزیز، شما دستگیری کنیم بعد پیش سکن لایک زنین در برنامه ها، بعد یگان رکلامای خوب باشه قبول میکنیم با نرخ 50% تخفیف، مقصد با نرخ ارزان. خو فابلی خو اتمی خو یگان آشخانه نو شده میشه، خو یگان اینترنت مگزین نو میکشن میتونیم مراجعه کنیم با نرخ از اون رکلام کرده، هم در اینستاگرام هم در تیک توک میگذارم دوستو عزیز. خراج انا اکاز ما با واتساپ دیگری مکای رستم از زنگ میزنم میسنجیمش. دوستو عزیز تماشا کنید برنامه تا آخرش، دستگیری را فراموش نکنید. السلام علیکم. شکر. سلام علیکم. سازی اکای رستم کارو خوبه، زندگی خوبه؟ شکر. جانی خوبی، کارو خوب؟ خدا را شکر. بچه این خیلی تلفن تیز برداشت اکای رستم، حیران شدم. آخه برادرم نمو که تلفن تیز نبردم گفت یا که قرض دارم یا که نیمی جمهوری پردایی کدنگن دیگه چیزا میکشن تلفنشون بردارم برد. خیالم که از بس گفتم اگه شما زنگ بزنم یا نمی بردارین یا که سیم چهارم بردم میبردارین، گفتم تلفن که ریسکی برداشتین تلفن. نه سلامت باشی اکای رستم، زنده باشی اکا. چی حال دارین دیگه اکا؟ کارو خوب، زندگی خوب؟ شکر. نه تلفن لبای ریم برداشتن در فرق نداره ایوادم فایده هسته نیسته تو باید برداری. همین جانی لبکا همین یک گفت در سرمون چیز همین آدمی که همین لبای آدم ساعت 11 روز میخیزه درست خیلی همین بروخیز هست اینه که همین شب هم اگر خواب کده باشی ساعت 11 میخیزی، بعد که خیستی یکم چکا میکنی تلفن هم میگیری یعنی ساعت یک ساعت دیگه براتم یا که توالت میداره که هیلیده فقط تلفن میکنی درست فهمو اکای رستم. اما می وقت لبای آدم در دستش تلفن فهمیدی یا که نه هست آدم که بعد 12 میخیزم بعد 12 آدم زنگ میزنی اگر که نه بعدش تیمبولی تیزوایی نکرد تو بدون که تو برای او هیچ قیده فهمیدی. انا با آدمایی هستن که خسرت پیپیچ کرده جواب میتن کتیش صحبت میکنی، آدمایی هستن که مینویسن یا بود بور و همیگه 2 ساعت پاس زنگ میزنن یا که مینویسن فهمیدی. ای سلامت باشی اکا. اکای رستم جان ما شما را به یک نیت زنگ زدگیم، یک خواهش دارم اکا جان. همین یک اینترنت مگزین مقصد یک مغازه لباسک شدگیم، میخوام شما هم یک دستگیری که دو در تکنی بیارم جر یک رکلام خوب کنی در صحیفت گذاری اکا. مقصد دستگیری پروسه رویگون دستگیری گفته شما چی شد در نظر دارید؟ همین اینترنت مگزین مونم میخوام بیو این نزدیک خرسیوم که کنی صحبت کنی رکلام کنی در صحیفات گذاری ادرس شب بگوی هم چی و رکلام هم اینترنت مگزین درست اینستاگرام هم داره. اوه هم اینستاگرام شب میمونی هم اینترنت مگزین ادرس شای نزدیک مقصد میگم بیو صحبت کنی رکلام کنی. شهر ده که دور ده؟ هم دوشنبه شهر از مونده. خرشو چی ایکیا یا ایتایی که هم دزگاه؟ یک بچه تقویمه. سرشید بچه تقوی، بچه خولا، بچه فالونی کروچی رویگان نگی؟ اکه مخلص خیلی در میگه پادکست چیکسم در یوتیوب تماشاش میکردم، میخوام میگه بیا یک رکلامش کنه، گفتم برادران یا باید سخنی ما را در زمین نمونه خیلی به چرز من نه به چرز مقصد پادکست چیک خیلی به مخلصی خیلی به نخوش ما مخلص خطا نتونه که دستگیری کرده. من برای مخلصان جان ما میتونم در رو میبینم مخلصا رو یک از سلام علیکم میگه از زمین تا آسمون میندور میشم خرسان میشم اکای رستم که مخلصا مرا حرمت میکنن سلام میتین نخوش ما با پادکست چیک تومتا میگه ای دورهایی که پرنگ میکر میگه او دوره ها میگه میشناسم مقصد برنامه‌اش لایک میمونم دستگیری میکنم اگه شما میاد رکلام کردم دم یاد دستگیریش کنم با گوش که جان تیمای بعد نکرد مخلص تامیسوسم و مخلص رو برادرم مخلص نمیگیم برادر میگیم یک فهمیدی بعد مخلص تو مخلص دورا خیت فهمت یعنی که توزی گفته اگر مثال وزی اگه خود دوشا
فهمیدی؟ ما ایت چی پول میگیریم براتون؟ تو کی ما ایت پول گیرم؟ چون یا آدمی هستی که برادری میسال فهمیدی؟ رحمت سلام نیکی و اگر دیگه آدم باشه و غیره براتون خیلی اوبری خطونه و بعد گفتی صدای امید برادر اصلا اکر روستا زنده باشه. اکر روستا هم گپ ندارم، زنده باشه برادر عزیز. من فهمیدم گوش که جانی شوخی چیز ناسان داری بچه خالت اگه راست که تو زنگ داری پلیبون گفتگی که وزی ما گفتم میگون صدا گفتگی درست دو واکا ما تراس همه میرم میتونم لبای خدمت هم نکی خیلی دستایی خونه اونم میتونم ویدیو رو میتونم تونه پذرکه که جوی دفعاتونه چی میگم реализовать короче بعد плюс ما باز تویش میکنم گاب نیست ای زمین تو عثمان ما از شما میندار رستم اکا رستم عذر زیاد که من شما پیشکی نگفته بودم. من خواستم همین یک 4 ماه پیش من برنامه ثبت میکردم. اگر دیده باشم برنامه ما با اهل هنر بود. من شما رو همچون یک هنرمند خواستم روی اصلی تونم بحر مخلصان خشتون نشون بدم که پرنده نمیدونن مردم دستگیری میکنن بلاگر رو نمیدونن که هم بلاگر روی اصلیش خیلی کویا کمبغل دستگیری میکنن نمیکنن. من خواستم روی اصلی شما بحر مخلصان خشت نشون بدم رستم اکا. نه بهترین سخن ها اکا رستم کردی. هزارها رحمت. پروس برنامه بود در یک ثبت برنامه بدم خواستم شما رو بسنجم اکا رستم. بچه برنامه کلیت سمیری میکنیم با ای گاب نیست اکا زنده باشه. هزار رحمت اکا رستم. اکا رستم یاد سیلگر پرسمت که سبب در چی می باشد که این اینجا ثبت مستقیم نفسی اکا رستم سبب در چی می باشد که مردم هم بفهمن برنامه ها دیگه نبرآمده استن. آخه جانی ما چیم که یوتیوبرم کنستم دیلی ما یوتیوب داد دیوزه نمیتونم که اینستاگرام تیک توک خیلی پروست دارم خیلی سختی باید زوق ندارم میسا همه چیزو دا یوتیوب بایی فهمیدی و اولو کروچی آسانتر بود برای که همه چیز ارزانتر بود حوزی براتن بای چی یوتیوب کروچی رفتها دوره فهمیدی رفتها کلون دوره باید کروچی یک کس نه یک کس باید دستگیری کنه دستگیری گفتم من چیه در نظر دارم تو یک نوع رکلامه بقواد نباشه ما او قولم هم مثال جمع کردم هم میتونم فهمیدی درست میگم بعد مثال تیک توک اینستاگرام چیله یک تلفون هم میگیری دکاز که میره سیون کام میکنی از برنامه دا براتن 4 تا 5 تا کامیرا مینیموم که یک روز هزار سومی براتن بوجه دسترخون که اپیدی که فلون که با 4 آدم فلون میکنی کجونی واکا 4 آدم پلان میکش فهمیدی مثلا 4 آدم ها در کنه همه آدم ها مثلا کمپین میکنن همون 4 آدم را اگر یک اصلا بیاید که برنامه دروجی حتمی نمیشه برای که این نه حد همون 4 آدم برنامه را مثلا تشکیل کنگی این خاطر یوتیوب کام تایم خیلی چطوره نیکی روزی اوزه ایروز پاگه ما اوزه کدگی هستی جور برنامه رو تپ تایور کدگیم چی هسته چی میگم ریکلاموی بخواه داشته از فرصت مناسب استفاده برده بازی زرشته یا؟ سیونکار افسی اکا رستم همون این گفتی ما را یکی همون که گفت ما برنامه چرچه گفت چرب در سیزان نپناه ده یکی اگون نرمان دویزو خواه باشه مرحمت نین ریکلاموتون در برنامه و یوتیوب ده اساسا از روز سراز گارانتی پرسموتر برای که این زمان یوتیوب در پرسموتر گرفتن اینستاگرام دیگه اگر بوی چفریدی میلیون گرفتی یوتیوب вообще دیگه چیزای بچه کو بود аудитория یوتیوب و اینستاگرام вообще دیگه چیزای کم موضوع ما را فهمیدسته باشه یعنی که آدم اینستاگرام داره همه یوتیوب داره یکی آدمی که یوتیوب داره بسیاریش در اینستاگرام نیستن بچه که اوجا در غریبی نمیگردن فهمیدی اینستاگرام واقعا نمیدونه فهمو اکا رستم بهترین سخنها شما کردین در این سبتک توی برنامه ما اکا واقعی زنده و سلامت سربلند بشین. هزارها رحمت اکا که دستگیری میکرده بسن شما مخلصتونه خداوند نگهبان اکا جان موفقیت بعد ما همین چیوی تره تمامشا میتونم گوش که فهم چی میگم همین برنامه تا تمامشا میگه رجیستری میکنی که تمامی سوسخته اونی میگیری که اونی بعد میگیری که همه را یاد میگی فلان انا خیلی دوام فهمیدی این فیشکای تای خیلی کردی گاب نیست اکا می ندارم این فیشکای تای انا خیلی دوام تای لیکن
یک از سوی همون کامنتاریات هم محکم نکن مون قهقورات تنم من میدونم میفرا یکون چی بنویسم بلا کامنتاریات محکم هست نکن من هوی بست و کامنتاریات گاب نیست اکا جون خداوند نگهبانت باشه از رحمت مردوی ما خیلی چیش دیگه خیلی پیشرفته شدیم خیلی حقورات هم میکنه یکون ریکال میکنه خیلی مادر خواهر اپا فلان یا تدید تشگر نباشه برای که حقورات موزه برکن این مدر گپوی نه مرا سانگا برای که 5-6 سال پیش نه این بلاگیرو برمانی سبرن ویدیو حقورات های گنده بدن فامیل در قبری پردر اوتاتا فلان ولی هسته همین همه همون مفکوره پستو شده فامیل برای که حقورات کردی یکون بلاگیر تزدیبت کردن میکنیم این مدر که زرشید یکون چیز دیگه پیدا مطمئن که بلاگیرو رو زدیبت کنم ببخشیم جانی نه همین گپی وابشه همین گپی بزیب نذارن خو برادرمون همین تو یک انسان نشناسی سر یک پلاچو قچ نشین نمیدونی کیه چه خو چی در گروه گپ همین زیاتی برادر عزیز مقصد همین یگان بلاگره که شما تماشا میکنین برادر عزیز خوب مرا گوش کن همو در همو ابرازش همو سینرش تو نیست در اومده که شما در اینترست نه شما بعدش دیدین کامنتاریش میکنین من بچی خاطر کامنتاریام میکشم دوستا عزیز که نمیخوام که هم برادرای من تماشا میکنن یا اون گپی بزیب بزنن خشونا گناهگار کنن با همین خاطر من کامنتاریام میکشم دوستا عزیز хорошо نمیجا کوی مرا فهمیدسته لوبه آدمی که ویدیو تماشا میکنه همون ویدیو محفوظ باشه کو فهمیدی از یکون ویدیو بانوتی باشه میدونن همون کامنتاری خونده تماشا میکنه فهمیدی بعد وقتی همون کامنتاری ده براتن هر یک کامنتاری کیف میکنی فهمیدی که پرچانو را سرش چخیلی کار میکنه چخیلی پریکولو میکنه فهمیدی مثلا برامدگی که کامنتاری بلا مگه دمی حیات بیفایده آمدگی یا که بیفایده زندگی میدونم این چیزا را کامنتاریات بیسته یا که باید دیگه سایتو پاپولار نشده که با صمیمانه با مهر محبت من شما را سلام فهمیدم همون کامنتاری ها گفته ایجا که همون کامنتاری ها در همون ویدیو خیلی بسیار میانه میدونی قبل شك اه ما با خدا بلاکشون میکنم برنامه خدا اکاکو بلاکشون میکنم همین کدمش در افیرام در کامنتارم لیش نی اگون گپک بزنم جوج در بلاگ همین اول ما اگون زای پیش بینم میتونی اینستاگرام تیک تاک جای بلاک یا بدرو ببین ممکن ما همین یه ماده 3-4 هزار آدم بلاک کنم مقصد هم گپای بزن میگفتگی او اجن میکن گپای خوب میزنم من تاج سرم دم میگردونشون میندارم او گپی بزن میزنم من نمیخوام خیلی آدمایی که هنری مرا قدر قیمت نمیکنه من در صحیفه‌ام راشون دادن نمیتونم در گیجا اگه من در نزد اوزی سیون کدم اکوز ما بگم میگن مردم که خشن نشون خش تعریف کیسه ها اکا ای 2016 دستهای صنعت مکه تا 2026 10 سال شده که آه نهیو میرا میگن در دوشنبه کمایه در نهیو میگن نهیو ده نه بخدا راست گفته استم اینستاگرام بدرو درون ویدیو بدرو اگر اخبار نکرده باشم من کچ برای که ای همه مخلصای کلونی بلاگیرو این خیدرو میشه اما بلاگر اینترست نشه که اون را تماشا میکنه راست گفتی انا میگم درست اکا رحمت کلون اکا برای سخنهای خوبت خدا نگهبان اکا خب زنده باشین دوستان عزیز اکای رستم دیدین چه خیلی انسان خوبی خوکسورای در کامنتاری نویسین باز با کدوم بلاگر زنگ زده سنجیم بعدا دوستان عزیز در صفحه پادپیس کن لایک بزنید خدا نگهبانتون باشه